سلام، امروز ما میخوایم ببینیم که این موبایل ها چه بلایی سر گردنمون دارن میارن. تلفن‌های هوشمند در طول ساعت‌ها، روزها، هفته‌ها و سال‌هایی که شما در وضعیتی با گردن خمیده به اونها نگاه میکنید، موجب بروز مشکلات بسیار وخیمی در گردن و کتف‌های ما میشوند. میدونید اینکه کودکان، خانواده و افراد مورد علاقه شما ساعتها در وضعیت خمیده به گوشی‌هاشون خیره میشن، چه آسیبی به ستون فقراتشون وارد میکنه؟ میزان فشاری که به ستون فقرات وارد میاد در زمانی که مستقیم به گوشی نگاه میکنید حدود 5-6 کیلوگرم هست که طبیعیه، ولی وقتی با زاویه 15 درجه به گوشی نگاه کنید این فشار به حدود 12 کیلو میرسه. در 30 درجه 18 کیلو، 45 درجه 22 کیلو و 60 درجه 27 کیلو وزن به عضلات و رباط‌ها و تاندون‌های ناحیه پشت وارد میاد که مجبورن این وزن سر رو تحمل کنن. تحقیقات نشون داده که در طول 24 ساعت متوسط فشار ناشی از نگاه کردن به گوشی با گردن کج معادل 700 تا 1400 ساعت فشار شدید به گردن و نخاع گردنی در حالت عادی است که در نهایت منجر میشه به گردن درد بالا و عقب چشمها، سردرد، درد در بازوها، سوزش و کرختی و درد بین شانه ها، درد خنجری در ناحیه سینه، بیرون زدگی دیسک بین مهره‌ها، قوس شدن پشت، ساییدگی مهره‌های گردن، تحلیل رفتن مفاصل و خیلی مشکلات دیگه. تصور این که چه مقدار فشار بر عضلات و رباط‌های پشت گردن وارد میاد تا بتونن وزن سر شما در مقابل جاذبه زمین رو نگه دارن خیلی دشواره. مثل این میمونه که یک توپ بولینگ 4 کیلویی رو بخواین با دست کشیده روبروتون نگه دارین. معلومه که بعد از چند ثانیه چقدر درد و ناراحتی به شونه هاتون وارد میشه. در سنین 20، 25 و 30 سالگی شواهدی از بیماری استئوآرتریت پیشرونده و تجمع کلسیم در مفاصل و فرسودگی مستمر به چشم میخوره، چرا که ضعف و ناپایداری شدید دیسک‌های گردن منجر به افزایش فشار به حفره‌هایی میشه که معبر رشته‌های عصبی هستند و در نهایت تحریک و التهاب اعصاب و درد و اختلال حرکتی ایجاد میشه. با پیشرفت بیشتر بیماری به سوی استئوآرتریت و این ناپایداری‌ها، کلسیم اضافه هم در مفاصل رسوب میکنه. به دنبال این تغییرات در وضعیت قرارگیری سر به سمت جلو و پایین، بدن هم خودش رو با این عدم تعادل وفق میده، به طوری که بدن شما میآموزه شانه ها رو در وضعیت خمیده و با چرخش به سمت جلو قرار بده تا با فشار جاذبه مقابله کنه. این وضعیت قوس کردن به سمت جلو همراه با چرخش شانه ها به داخل در توانایی نفس کشیدن شما هم محدودیت ایجاد میکنه، چرا که ریه ها از کارکرد کاملی برخوردار نمیشن. وضعیت خمیدگی سر به جلو فشار زیادی به رباط‌های پشت گردن و شانه ها وارد میکنه، به گونه‌ای که مثل یک نوار لاستیکی کشیده شده و به بدن اجازه ایستایی و پایداری درست رو نمیدن. این که بگیم بزرگسالان تلفن همراه و کلاً کنار بذارن حرفی منطقی نیست، ولی بهتر اینه که اگه سرتون به جلو خمیده است اونو بالا بگیرین جوری که شانه و گوشها در امتداد هم قرار بگیرن. اگه قرار مدت زیادی به پایین نگاه کنید باید شانه خودتون رو بالا نگه دارین. باید یاد بگیرین که در زمان بکارگیری طولانی مدت عضلات گردنی به خودتون استراحت بدین، چرا که خستگی مفرط تخریب سریعتری رو به دنبال خواهد داشت. در نگاه کردن طولانی به پایین، عضلات کشیده، خسته و منقبض شده و درد و اختلال پدید میاد. زمانی رو به کشیدن گردن اختصاص بدین، سرتون رو این ور اون ور کنید و عضلات صفر شده رو به بازی بگیرین. شما باید این عضلات مرکزی بدن رو قوی کنین، چرا که عضلات مرکزی ضعیف مانع از صافی و کشیدگی میانتنه فوقانی خواهند شد. این قضیه بر روی عضلات گردن و شانه اثرگذار هست. در حالت طبیعی وقتی که روبرو رو نگاه می‌کنید، یک قوس طبیعی در گردن وجود داره که با خم شدن مداوم سر و بروز ناپایداری در مفاصل و اعصاب این قوس از بین میره. در این وضعیت عصب‌هایی که از لابلای مهره‌های گردنی عبور می‌کنند ملتهب و تحریک شده و عوارض نامطلوبی بر تمامی سلول‌های بدن
بر جای می‌گذارند. بروز خمیدگی و قوز در پایین گردن همراه با تورم و احساس ناراحتی یکی از این عوارضه. اگه تنظیم خودروی شما به هم بخوره، چرخ‌ها سریعتر فرسوده میشن. عین همون چیزی که در سر شما به وقوع میپیونده و شیب رو به پایین اون نیازمند بازسازی کلی خواهد بود. پس قرار گرفتن سر در وضعیت مناسب فقط به درد ایستادن شما نمیخوره، بلکه به همه اندامها، بافتها و غدد بدن اجازه میده که با نهایت توان کار کنند. نتیجه این که مراقب وضعیت خودتون در هنگام کار با تلفن همراه، به ویژه در هنگام نشستن، ایستادن و حتی راه رفتن باشید. روز خوبی داشته باشید. I'm Dr. Alan Mandel.